حراجش کردیم نصف قیمت. خدا چی سرمایی برای که فعال مدنی هم ولی دارم جاست. دولت حتی اگر صداهای تندی هم باشه حتما با صبوری خواهد شنید، به جهت اینکه باور داریم مردم ما به اندازه کافی مردم صبوری هستند و وقتی که صداشون در میاد یعنی فشاری که بر اونها وارد می شده فشار بالایی هست. کار دولت این هستش که صداها رو بشنوه و کمک بکنه نسبت به فهم مشترک برای حل مسائلی که در جامعه وجود داره. هم اعتراضات رو و هم تنگناها رو و هم بحرانها رو همه رو هم میبینیم، هم میشنویم، هم به رسمیت میشناسیم. تأکید میکنیم بر حق تجمع مسالمت آمیزی که در قانون اساسی ما هم به رسمیت شناخته شده.